اپیزود 4، ستون 3، مسئولیت پذیری، بر اساس کتاب 6 ستون عزت نفس ناتانیل برندن. سلام، به اپیزود 4 خیلی خوش اومدید. تا اینجا درباره آگاهی و پذیرش خود حرف زدیم. حالا میخوایم درباره 3مین ستون عزت نفس صحبت کنیم، مسئولیت پذیری. برندن میگه زندگی ما وقتی تغییر میکنه که خودمون قبول کنیم هیچ کس جز خود مسئول کیفیت زندگیمون نیست. مسئولیت پذیری یعنی به خودت بگی من انتخاب میکنم، من پاسخگو هستم و من میتوانم مسیرم رو تغییر بدم. مسئولیت پذیری 3 بخش اصلی دارد. 1. مسئولیت انتخاب ها، یعنی هر تصمیمی که گرفتی، چه آگاهانه چه از روی عادت، بخشی از زندگی تو رو ساخته. قبول این واقعیت شاید تلخ باشه ولی قدرت میده، چون همون طور که انتخاب‌های گذشته ما رو به اینجا آورده، انتخاب‌های امروز میتواند آینده جدید ما را بسازد. 2. مسئولیت احساسات و واکنش ها. خیلی وقتها حال بدمون رو گردن دیگران میندازیم، اما برندن میگه ما مسئول نحوه پاسخ دادن به دنیا هستیم. این یعنی بپرسی الان من چطور میتونم از خودم مراقبت کنم تا حالم بهتر بشه، نه اینکه منتظر بمونی از بیرون یکی بیاد حالت رو خوب بکنه، یا اینکه این عوض بشه تا حال من خوب بشه. 3. مسئولیت آینده. مسئولیت پذیری یعنی به جای منتظر معجزه موندن قدم برداریم، حتی کوچکترین کار، مثل یک گفتگوی شفاف، یک تصمیم مالی یا یک تغییر عادت میتواند جریان زندگیمون رو عوض بکنه. وقتی مسئولیت زندگیت را میپذیری، از نقش قربانی بیرون میای و احساس قدرت میکنی. این پیام رو به عزت نفست میدی که من توان تغییر دارم و از انتخاب هم فرار نمی کنم. تمرین امروز: یک برگه بردار و بنویس در حال حاضر 3 چیز میتوانم انتخاب کنم تا زندگیم حتی 1% بهتر بشود. این 3 مورد رو یادداشت کن و حداقل یکیشون رو همین امروز